رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مبارک می‌فرماید ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ان الله تتقی یرفع بلند می‌سازد. هر کس که عزت قرآن کریم را کرد الله را بلند می‌سازد و یضع به آخرین و سبیل کس می‌سازد کسی را که خدای ناخواسته به عزتی و قرآن کریم بکند، به عزتی و قرآن کریم بکنم. سیکون عزیزان من، این قرآن کریم چقدر فضیلت داره. یک چند دانش براتون اشاره میکنم به طور نمونه. اگر رهبر بود درجت قرآن کریم رهبر شد، اگر فاسق بود عابد شد، اگر دشمن بود صافی شد، اگر قطره بود دریا شد، ابوبکر بود صدیق شد، عثمان بود ذوالنورین شد، عمر بود فاروق شد، علی بود حیدر شد، ابو عبیده بود امین امت شد، بلال بود مؤذن رسول الله شد صلی الله علیه و سلم. به برکت چی شد؟ به برکت قرآن کریم.